از احتمال جنگ بین ایران و آمریکا تا صعود ایران به مرحله بعدی جام ملت‌های آسیا. بریم ببینیم چه خبره. 3 سرباز آمریکایی طی یک حمله پهپادی شبونه توی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا توی مرز اردن و سوریه کشته شدن، 34 نفر هم زخمی شدن و از اون طرف بایدن تصمیم به اقدامات نظامی توی غرب آسیا گرفته. برای همینه چند روز الان خاورمیانه یه روز شرایطش متشنجه و نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. فقط امیدواریم که این قضیه به جنگ جهانی سوم منجر نشه. بودجه سراسیما توی سال آینده 58% افزایش داشته و به عبارتی شده 24,000 میلیارد و سهم هر ایرانی تقریبا میشه 282,000 تومان. نکته جالب این قضیه چیه؟ اینی که در سال جدید قرار حقوقا 20% افزایش پیدا بکنه، اما بودجه صدا و سیما 58% و قرار باعث چه چیزایی بشه؟ چه نتیجه‌ای قرار به ما داشته باشه؟ حداقل حقوق سربازا توی سال آینده هم اعلام شد و سربازای مجرد که در منطقه غیر عملیاتی خدمت میکنن 6 میلیون و اونایی که در منطقه عملیاتی ان 7.5 میلیون و سربازای متأهل 9 میلیون اعلام شد. این افزایش حقوق خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، خیلی میتونه خوب باشه، اما در صورتی که اجناس 20 برابر افزایش پیدا نکنن. اگر حقوق 7 میلیون شده 9 میلیون تومان، آیا واقعا جنس 10,000 تومانی نهایتا میشه 12,000 تومان یا 30,000 تومان؟ وام فرزندآوری هم توی سال آینده مشخص شد. فرزند اول 400 میلیون، فرزند دوم 800 میلیون، فرزند سوم 1 میلیارد و 200، فرزند چهارم 1 میلیارد و 500 و فرزند پنجم بالای 2 میلیارد. خیلی عالیه، خیلی عالی. از سال بعد همگی شروع کنیم به فرزند آوری. خیلی کاسبی خوبیه، میشه میلیاردها تومن درآمد داشت. بالاخره وام میگیری، بعد وام رو پس میدی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. تو رو خدا به خاطر یه وامی که 1-2 میلیارده و بعد تا آخر عمرمون جوابشو بدیم، آینده خودمون و یه نفر دیگر رو به فنا ندیم. فروشگاه کوروش کمپانی هم که جز فروشندگان آیفون 20 میلیون تومانی بود پلم شد. اتفاق جالبی که افتاد در کمتر از 24 ساعت فک پلم شد. مدیونید فکر کنید به خاطر قدرت و جریانات مالیه. یه شاهکار دیگه واسه شرکت‌های هواپیمایی، فردی به اسم حامد پهلوانی تو توییتر ادعا کرد که خودش و همسرش مسافر یک هواپیما بودن و یکیشون مستحق خسارت شده و اون یکی نشده. خیلی جالبه. بالاخره ایرانه، همین چیزا که ایرانو جذاب میکنه. اگر واقعا این چیزا وجود نداشت زندگیمون کسل کننده میشد دیگه. بپذیرید. چند روز پیش تو یکی از روستاهای کرمان 2 پسر بچه 9 ساله داشتن با یک کلت کمری بازی میکردن که یه تیر شلیک میشه و یکیشون از بین میره و اون یکی به راحتی قاتل میشه. زمان ما که 9 سال 10 سالمون بود وسیله بازیمون یکم متفاوت بود. خیلی وقتا یه سری سهلنگاری‌ها عجیب و غریب و ساده باعث از بین رفتن یه آدم میشه. یکم حواسمون بیشتر جمع باشه به چیزایی که دم دست بچه‌مون میذاریم. یه خانوم توی تهران به خاطر اینکه شوهرش بهش گفته پاشو برو نون بگیر، خودش از طبقه 4 ساختمون به پایین میندازه و خودکشی میکنه. بذار نپذیرم که فقط دلیلش نون گرفتن باشه. مثلا بگن که آقا پاشو برو نون بگیر، من نون بگیرم، باشه من میرم نون بگیرم، ولی از طبقه 4 میرم. نمیشه اینجوری. قطعا یه سری اتفاقات هم پشتش بوده، اما خب مرز بیشتر قدر روزا و عمرمون رو بدونیم. اصغر فرهادی اعلام کرد که دیگه هیچ وقت قصد فیلمسازی تو ایرانو ندارن. دلیلش هم به خاطر این بود که قرار نیست با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاد همون حجابی که مرسوم توی صدا و سیما ایران توی فیلماش رعایت بکنه و این قضیه قرار متفاوت بشه و نتیجهش این شد که اصغر فرهادی با 2 اسکار دیگه قرار نیست توی ایران فیلم بسازه. ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق از نصب اولین تراشه مغزی شرکت نورالیک در سیستم عصبی یک انسان خبر داد. تنها کاری که قراره انجام بشه تا بتونی استفاده بکنی از این تراشه مغزی فکر کردنه. یعنی شما با فکر کردن میتونین حرکت کنین و خیلی کارهای دیگر رو انجام بدین. خیلی اتفاق عجیب غریبیه. برای معاون وزیر یه بادیگارد استخدام کردن که گوشی همون بادیگارد رو توی روز روشن دزدیده. ایران واقعا نیست لوله. اصلا یه همین چیزایی تو دنیا عجیب غریبه. شما بادیگارد میگیری که محافظت بشه از یه فردی، بعد میان دقیقاً گوشه بادیگارد رو میدوزن. دمتون گرم. نمیدونم چه بگم، دمتون گرم واقعا.
محققا اعلام کردن که هر سال درس خوندن احتمال مرگ رو 2% کاهش میده. حالا هی امتحانا و مدارس و درس ها رو بپیچون ببینم تهش کجا میرسی. این 2% الان 2%، هر سال 2%، رقم بالاییه. جدی بگیرین قضیه رو. حالا یا درس خوندن یا مطالعه خیلی میتونه کمکمون کنه. تو فرانسه 2 تن از حامیان محیط زیست زحمت کشیدن و رفتن روی تابلو معروف مونالیزا سوپ پاشیدن. برنامه‌شون چی بوده؟ حالا سوپم پاشتی روی مونالیزا. تش که چی؟ چه پیامیو میخواستن بدن؟ هدفشون چی بوده از این قضیه؟ یه وقتایی ما آدمای کارایی میکنیم که بقیه آدمای روی کره زمین درک نمیکنن ما چه اون کارو کردیم. پال اندرسون بازیگر نقش آرتور شلبی در سریال پیکی بلایندرز به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد. آقا من میگم بقیه فیلم ها رو میبینن میرن تو نقششون. این دوستمون خودش بازیگر فیلم بوده ولی متاسفانه تداخل پیدا کرده بین دنیای فیلم و دنیای واقعیت. دلار رسید به آستانه 60,000 تومان و سکه هم رسید به 34 میلیون. دقیقاً یک هفته پیش بود اپیزود قبلی ما گفتیم که سکه الان 32 میلیونه و دلار 55-56 هزار تومنه. سکه 32، دلار هم 55 رو رد کرد. در کمتر از یک هفته 5,000 تومان افزایش قیمت دلار. تو رو خدا هجوم نیارید سر دلار خریدن. یه سری کار رو باید انجام بدیم تا این قضیه کنترل بشه دیگه. قیمت شیر خوش طی 2 ماه گذشته از 70,000 تومان رسیده به 135,000 تومان. مشکلی نیست، 2 برابر شده ولی وام فرزندآوری دارن میدن. این وام فرزندآوری برای همینه، یعنی شما بچه بیار شیر خوش 2 برابر بشه، پوشاک 3 برابر بشه. وام فرزندآوری هست، خیالتون تخت. رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده که شاهنامه رو به خط سیریلیک ترجمه کنن و بنویسن و به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار بدن. رئیس جمهور تاجیکستان خب شاهنامه برای کشور خودمونه و در سطح خیلی زیادی از مردمان کشور خودمون هنوز کل شاهنامه رو نخوندن، حتی اطلاعات کامل و کافی هم دربارش ندارن. چرا این کار رو انجام دادن؟ فقط برای اینکه بتونن فرهنگ و اون اصالت رو گسترش بدن و بیان سطح تفکر و سطح سواد مردمش رو افزایش بدن. اگر کسی برای ما این کارو نمیکنه حداقل خودمون این کارو کنیم. ها؟ ایران با میانگین غلظت سالانه 32.5 میکروگرم بر متر مکعب تو رتبه 21 آلوده ترین کشور دنیا قرار گرفت. خیلی کار عجیب غریبی نمیشه انجام داد برای مقابله با این قضیه. این آلودگی خودش میتونه زمینه ساز خیلی از بیماری‌ها بشه، ولی خب حداقل تو روزایی که آلوده تره سعی کنیم ماسک بزنیم تا چه میدونم، امیدوارم واقعا تاثیر داشته باشه توی آسیبی که این آلودگی میتونه روی بدن ما و ریه ما داشته باشه. طبق آماری که سایت نامبیو از خودش منتشر کرده، شهر ابوظبی به عنوان امن‌ترین شهر سال 2023 انتخاب شد و تهران در رتبه 73 قرار گرفت. درست 73 اما عوضش امنیت داریم برادر من، امنیت داریم. و در آخر صعود تیم ملی ایران به دور بعدی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با حذف سوریه در ضربات پنالتی و رویارویی با ژاپن. بعد از یه ماراتون عجیب و غریب و پر از اتفاق تو بازی با سوریه که اصلا هیچ کدوممون انتظارشو نداشتیم، تیم ملی بالاخره تونست تو ضربات پنالتی بدون حضور مهدی طارمی مرحله بعد صعود کنه. نظر شما چیه؟ به نظرتون آیا تیم ملی ایران یکی از مدعیای قهرمانی هست؟ نیست؟ باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه تو این هفته خبر داغ دیگه‌ای هم بود که ما از قلم انداختیم، شما واسمون تو کامنت ها بنویسید. همین الان لایک کنید، سابسکرایب کنید چنلمونو و این ویدیو رو برای همه کسایی که دنبال این اخبارن بفرستین. منتظر قسمت بعدی چه خبره باشید.